سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با نام خدای مهربان این ویدیو رو شروع میکنیم. براتون شاید سوال باشه که قرار راجع به چی صحبت کنیم تو این ویدیو. مخصوصا مخاطبینم میتونن کسایی باشن که تازه میخوان اولین سال تدریسشون رو تو مقطع ابتدایی شروع کنن. این ویدیو میتونه براتون خیلی مفید باشه. از تجربیات خودم تصمیم گرفتم که به شما بگم و حس و حال خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی هاتون دانشگاه رو سپری کردین و تازه قراره که وارد راه معلمی بشین. خب باید بگم که باید بدونید درسته کارورزی ممکنه توی دانشگاه سپری کرده باشین، حالا درس‌های مختلف، روش تدریس‌های مختلف رو دیده باشین، ولی واقعیتش اینه که وقتی واقعاً وارد کلاس میشین به عنوان یک معلم، نه همیان معلم، خود معلم، و قرار تدریس کنید، روبروتون دانش آموزان نشستن و قرار درس بدین، فضای واقعی از زمین تا آسمون با اون چیزی که توی دانشگاه به ما گفتن متفاوته، یا شاید اصلا هم تو دانشگاه در مورد این چیزا به ما نگفتن، شاید هم نمیتونستن بگن تا با خودمون تجربهش میکردیم. ولی من میخوام از ترستون یکم بکاهم و شما رو آشنا کنم، بگم که قراره چه چیزایی رو بگذرونین، چه چیزایی رو پشت سر بگذارین و چه چیزایی جلو راهتون هست در واقع. خب یه سری جشن ها رو داریم. توی کلاس اول من خودم بودم امسال، چند تا جشن داریم. حالا خیلی هم ممکنه بیشتر بگیرم، ولی چیزایی که لازم هست، مثلا قبل از شروع سال تحصیلی شما میدین یه روز بعد زودتر وارد مدرسه بشین. آخر شهریور 31 شهریور باید برین مدرسه، جشن بگیرین، کلاستون تزیین شده باشه و بچه ها میان شما رو میبینن، باهاتون آشنا میشن. یا یکم که جلوتر پیش میرین، حروف الفبا رو شروع میکنین، آ و ب رو بچه ها یاد میگیرن و میتونن آب رو بنویسن. در واقع یک جشنی به نام جشن آب برای بچه ها با همکاری نماینده اولیا میتونیم برگزار کنین که برای بچه ها شیرین‌تر و جذاب‌تر بشه. شروع تدریسش، در واقع شروع هم تدریس شما، هم آموزش دیدن خودشون. پس جشن آب. یکی هم جشن قرآن هست که یکم جلوتر که میرید، در واقع از اول قرآن رو شروع نمی‌کنید، یه 2 هفته میگذره، بعد شما قرآن رو میتونید شروع کنید. 2 هفته تا 1 ماه میگذره و شما جشن قرآن رو دارید. حالا کتاب ها رو روبان میزنن و از این قبیل. و در واقع جشن الفبا هم دارید. پس این 3 4 تا جشن رو شما باید در سال تحصیلیتون اجرا کنید.